ADHD به روایت پیشی میشینه کارشو انجام بده. پیشی لپتاپو باز میکنه، صفحه گوگل از قبل بازه. به به شروع خوبیه. پیشی میگه ولی اول اسنک تن ماهی. پیشی میره آشپزخونه. پیشی وارد آشپزخونه میشه. پیشی میگه پرام من اینجا چیکار میکنم؟ مغز میگه علامت سوال، شاید چاقو. پیشی برمیگرده تو جاش، لپتاپ بازو میبینه، آها اسنک تن ماهی. دوباره میره آشپزخونه. پیشی یه لکه روی کابینت میبینه، کل آشپزخونه رو تمیز میکنه، کاشوها رو مرتب میکنه، کل کشوها رو خالی میکنه، تن ماهی‌ها رو بر اساس اندازه دوباره میچینه. کار ضروریه. پیشی دوباره میاد میشینه، پیشی گوشیشو میبینه و 2 ساعت فیلمای مفید میبینه. پیشی بقیه پیشی‌ها رو میبینه که دارن کاراشونو میکنن. پیشی میگه من تنبلم، من خرابم. پیشی میگه من چمه و 2 ساعت چرت میزنه. ولی در اصل پیشی تنبل نیست. مغز پیشی فقط همش مسیر فرعی میره. مرحله اصلی شروع کردنشه که سخته. پیشی خراب نیست، فقط سیم کشیش متفاوته. پیشی داره یاد میگیره بگه من تمام تلاشمو کردم، بازم تلاش میکنم، من هنوز پیشی خوبیم. بعد پیشی یکم از کاراشو انجام میده. پیشی به خودش افتخار میکنه.